یک چند سوال هایی که در پیش من هستند انشاءالله من به شما جواب میگردانم. سوال اولی که در اینجا آمده است گفتن استاد از چی سبب است که در 3 وقت روز نماز خواندن جایز نیست؟ در 3 وقت یعنی نزد طلوع آفتاب میگیم، نزد قیام میگیم و نزد غروب میگیم. یعنی نزد نو آفتاب برآمدن که شعاعاش همون روشنیهاش یا شاخهایی که از آفتاب هست وقتی که نو میبراید، یا حالت قیام، حالتی که آفتاب گویم در بین میآید، و حالت غروب، حالتی که آفتاب مقصد در حالت نشستن هست. همین 3 حالت در نماز خواندن برادران و خواهران عزیز هر نمازی که باشد کراهیت دارد، زیرا که منع این اجازت ندادن در این وقتا نماز نخواندن از روی حدیث پیامبر گرامی من هست که جناب امام بخاری از نام ابو سعید خدری میاره که ابو سعید خدری روایت کردن حدیث را گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس. پیامبر ما گفتن هرگاهی که اگر آفتاب وقتی طلوع میکند لا صلاة شما نماز نخوانید، و هرگاهی که مقصد قیام میشود، هرگاهی که مقصد حالت قیام و حالت رفتن آفتاب میشود شما در این حالت ها نماز نخوانید. برادران عزیز و گرامی، علت شهم سبب شهم آوردن که به خاطر آنه که زمانی که همون آفتاب نو طلوع میکند یا غروب میکند حالت عبادت مردم مشرک بودن. یعنی در این ساعت مشرکا چیزی که بعضی آدما مقصد بت پرست هستند، با طایفه دیگری مردمی هست که آفتاب میپرستند، بعضی هایش از ستاره را میپرستند. این در روی عالم حتی امروزه بین دنیاهایی که حتی گاو و خدا میگن، یعنی هر یک نفر به خودش یک معبوده، یعنی به خودش بگیم یک پرستاری دارد که میپرستد او را. این حالت نو برآمدن که مشابه بگیم مانند افتیدن یا به حالت نماز آدمای مشرکی اونا آفتاب میپرستن و برای خاطر برآمدن آفتاب که نماز میخوانن و شکرگزاری میکنن، یا برای پایان شدنش مقصد باز نماز دارن با دعاگویی دارن، یا در حالت قیام میگن این از حساب حرارت آتش جهنم است که در او حالت بسیار حالت گرمی او هست. به این خاطرها مقصد نماز شما با نماز آدمای مشرک مانند نآید، در 1 ساعت موافق نآید، به این خاطر پیامبر من کرد. زیلیاز یعنی نخواندن نمازها در این حالت به خاطر حدیث پیامبر من است. از این لحاظ هر کسی که برادرای عزیز مقصد صبح که دمید، همین صبح وقتی میدمه، این امروز اگر صبح در ساعتی بگیم اینا 5:15 یا 5:20 اگه با وقتی مثال دوشنبه بگیم اگر صبح وقتی دمیدنش باشد، ما در همین حالت فقط دیگر غیر 2 رکعت سنت بامداد دیگر یگان نماز نافله خوانده نمیتونیم. یعنی ما نمیتونیم که نماز شکری وضو بخوانیم یا بریم تحیه مسجد بخوانیم اگر مسجد بریم، برای آنی که وقتی که صبح دمید تا طلوع آفتاب
تا بلند شدن آفتاب ما از خواندن نمازهای مثال نافله دیگر حق نداریم. یکی نفرایی که اگر نماز قضا میخوانند، از بس که قضا را نماز قضا در مذهب خودمان مذهب امام ابو حنیفه که واجب هست، ما میتونیم اگر صبح هم که دمید مقصد نماز قضا ما بخوانم، بعد ای پشتش سنت ما بخوانم و بعد برای جماعت مسجد برم. یا میتونم که نمازهای قضا ما بخوانم و سنت شرفته در مسجد بخوانم. این ده هم حق داریم، فقط سنت هم بام داده دیگر تحیه خوانده نمیتونیم.